آقا سلام به دوستای عزیز پیجمون. ما الان یه چیزی کشف کردیم با دوستمون این کوچه بعد میرفتیم. دوست ما یه مدتی بود که میگه آقا من تلس شدم، من چیز شدم، شاید بگم 18 سال من به خدا میگه که من تلس شدم. آقا گوش میدی من چی میگم دیگه، خواهر من برادر من گوش میدید دیگه، حواسا جمع. خلاصه ما تا امشب چندم؟ 9403. الان هم ساعت چنده؟ تقریبا کنم 10. ما الان رفتیم بیرون، اینا یه دفعه دیدم رفته بوده، یعنی تو ساک باشگاش، اینجوری بهتون بگم رفته بوده، به قول من تو ساک باشگاش داشته دنبال وسیله میگشته، هم در رودخونه اینجا وایس داشته میگشته، تو زیپ میپا و این ور و اون ور و اینا، یه دفعه دستش به چی میخوره؟ شما بگید. اولیش ایناهاش، یه دعا آماده گذاشتن قشنگ براش، یه دعا. خب نه بچه رودخونه اومدیم، خب این یه دعاه. دومیشو بذار براتون آماده کنم، یه دقیقه صبر کنید. اینم که دومیشو یه ذره آب خورده اینا، حالا معلومه این چند سال با این بوده. ببین اینجا رو ببین چقدر آب خورده. این دومیش این سنگینه، من اومدم باز کنم نذاش، آقا نکن. خلاصه همچین چیزی ما امشب کشف کردیم. این رفیق ما، دعا کنید که اینا رو بریزیم تو آب و دیگه حل بشه، بره مشکل این جوونم حل شه بره. شبتون بخیر، شب خوبی داشته باشید.